بفهم. بیا بیرون خروجت میزنم ها. نه من بیرون نیستم که سرم فقط بیرونه. تنم داخله. چیکار داری؟ یا برو تو یا بیا بیرون. منتظر رفیقام. اومد سعید عباس بیا سلام داداش. سلام مخلصم. بریم. آقا نمیشه کجا؟ نمیشه. بفهم. آقا اینا با منه. بفهم آقا نمیشه. آقا اینا با منه. نمیشه آقا. چرا نمیشه؟ خروجتو زدم. خروج. یعنی چی؟ آقا من هنوز ورودم خروج نکردم که. باش همین الان این در اومدی و خروجتو زدم. مگه میشه محض نرفتم که من هنوز داخلم من ورودم. باش آقا. چرا نمیای داخل؟ من 3 ساعت اون تو منتظرم. همون نمیذاره دیگه میگه این ورود چه خروج شدی الان نمیتونی ورود بشی. آقا بریم داخل. نمیشه خروج شما رو زدم. بفهم اینجا وایسا. آقا خروج من برای چی زدی عزیز من؟ باش آقا این در هر کی بیاد این و خروجش خورده. برادر من 2 ساعت منتظر این 3 تا نخاله‌ام عزیز من. مصطفی من این همه رفتم 1 2 3 بیکریه رفیقم برای چی آوردم کارت رو بندازه بعد باشه آقا نشین رو میز. آقا یعنی چی میگی نخاله؟ همین نخاله برای شما اومده، برای کار شما اومده. این میگه نخاله تو دیگه نگو دیگه. آقا اجازه بده بریم داخل. نمیشه آقا نمیشه. آقا نمیشه چی آقا؟ عجب گیری افته. ما 3 ساعت اینجا. بابا چرا نمیای؟ مگه قرار نبود این نخاله رو بریم دستگاه رو ببینه؟ با اینم میگه نخاله من میرم. ببخش نه. بریم تو آقا. نمیشه آقا نمیشه خروج شما رو هم زدم. بفهم. یعنی چی خروج شما رو هم زدم؟ از این در هر کی بیاد این و خروج محسوب میشه. نمیشه بری تو دیگه. نمیذاره دیگه آقا بابا عروضی کل نکن. اومدی بیرون دیگه نمیذاره. آقا نمیذاری ما بریم داخل؟ نه خیر نمیشه. خب به جای ما بذار این نخاله رو میبینی؟ اینو حداقل بدین این جناب سروان ببینه به جای ما. آقا کجا؟ نمیشه برو داخل. با وایس اینجا. برای چی نمیشه؟ برای چی نمیشه؟ نمیشه. آقا نمیذاره این بره تو. آقا من برم داخل. آقا شما هم نمیشه بفرما. آقا نه من برم تو. شما کجا؟ نمیشه آقا بفرما. آقا بذار من برم داخل. آقا آشنا دارم اینجا. آشنا چیه؟ بفرما. نمیشه. این کار منه، من کارم با مردم. من خروج همه رو زدم. بفرما برو وایس اینجا. نه خیرش. آقا ما که توی از این ورود خروج شدیم همین تو حالت خروج باید بمونیم. بله باید بمونی. هر کی این در بیاد خروجش خورده. چون دستم به دامنت. من بچه‌مون توی یه کاری برای من بکن. بابا اینجا قانون داره، حساب کتاب داره. هر کسی ورود کنه ثبت میکنم، هر کسی که خروج کنه ثبت میکنم. من دیوونه شدم بابا. من خودم دیگه مغزم رد نمیشه. من چیکار کنم؟ آقا اجازه بده بریم داخل. نمیشه آقا. من خروج همه زدم. چه خبره؟ سلام قربان. سرباز چی میخوان اینا اینجا؟ خروج همشون رو زدم قربان. نمیتونم داخل شم. آشنان اینا. بفرمایید داخل. خیلی شما همیشه هستی. بعدم برمیگردی بهت میگم.